امروز قراره دوباره بعد از مدت‌ها راز و تئوری‌های جی تی ای رو با هم دیگه تست کنیم، با این تفاوت که این سری چیزهای خیلی جذاب‌تری آورده. پس ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن و این تئوری‌ها رو هم حتما خودت یه بار تستشون کن. خب بچه‌ها، اولین راز یا تئوری که می‌خوایم با هم دیگه تست کنیم نوشته بود که اگه شما روی این خاک برین، یعنی این جریان خاک که اینجا داره حرکت می‌کنه، سر می‌خورین و میافتین روی اون خاکا و دمیجتون میده. الان می‌خوام تست کنم ببینم واقعا روی اینا بریم ما سر می‌خوریم یا نه. آوردیم تستش کنیم. بچه کار نمیکنه. آقا اینجا نگاه کنید، سنگ ریزه داره میاد. الان اصولا ما باید اینجا سر بخوریم چون بچه یالم سنگ و خاک داره میریزه پایین و اولین تئوریمون الکی بوده و کار نمیکنه. ببینم اون تو میتونیم بریم. شلی برو. بچه جا نمیشه. بچه تئوری بعدی، یعنی تو همین لوکیشنی که الان بودیم، لوکیشنش هم بهتون نشون بدم، حتما شما هم یه بار بیاین اینجا. بچه میگه که یه راه مخفی اینجا وجود داره که اگه همین راهو مستقیم بریم میرسیم به این لوکیشنی که یه راه مخفیه و هر کسی اینجا نرفته. راستیتش بچه من خودم تا بالا اینجا نیومدم. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. نگاه کنید اینجا که مستقیم شما بیاین بچه یه راه، یه تونل ماننده که چقدر تنگ و تاریکه. اوکی این آخرش الان کجا میرسه؟ جنمن در نیاد. خب بچه اینجا کجاست حاجی؟ بچه اینجا میتونیم قایم بشیم و هیچ کس نمیتونه پیدامون کنه. اینجا هم یه در ورودی داره. یه درم اینجا، از این طرف هم راه هست. ولی خب من تا بالا اینجا اصلا نیومده بودم. بچه شما چی؟ اگه اومده بودین حتما تو کامنت بگین که داش علی ما اومده بودیم. اگه اومده بودین واقعا گنگتون بالاست بچه، یعنی انقدر جی تی ای رو گشتین که تونستین اینجا رو پیدا کنین. با ماشین موتور هم فکر کنم بتونین بیاین تو. جای باحالیه، مثلا اگه بخواین قایم بشین ها توی جی تی آنلاین یا هر جای دیگه، بنظرم لوکیشن باحالی. حتما یه بار بیاین. و تئوری واقعی. بچه تئوری بعدی نوشته بود که اگه شما به یه نفر که نشسته باشه رو صندلی بپرین روش، طرف میمیره. و واقعا خیلی چیز عجیبی بود. بچه میخوام همین حرکت اول رو کسی که وایساده امتحان کنم، ببینم کسی که ایستاده است بخوریم بهش میمیره یا نه. آقا برو بریم تستش کنیم. خب نه، حاج خانم بچه کاملا زنده است و این چه هورش چرا اینجوری؟ یا خدا. بچه اون کسی که ایستاده بود و پریدم روش و هیچ در سوخته. تو چرا بلند شدی؟ بچه اینجا یه داداشمون نشسته، میخوام بپرم روش ببینم دمیج میخوره یا نه. داداش چقدر بجا نشستی تو. وایسا بچه میپریم روش. بچه بالاخره بعد از ساعت ها من تونستم یه نفر رو پیدا کنم که رو صندلی نشسته. اوکی آقا بریم روش بپریم ببینیم این میمیره یا نه. داش من اومدم بگی منو حرکت کشیکج و اینکه این داره منو میزنه. بچه مرد حاجی، واقعا مرد. پشمو کار کرد. داش گلم برو خونتو ببینم. بودو ماشاءالله. و تئوریمون هم واقعی بود. خب بچه تئوری بعدی نوشته بود که اگه شما یه نارنجک توی سوراخ این زمین گلف بندازی، اون سوراخ بزرگ میشه و زمینو خراب میکنه. میخوام تست کنم ببینم این تئوری واقعی یا نه. بذار هدف بگیریم بچه بنازیم توش. رفت تو. بزرگ شد. چرا فرقی نکرد؟ الو یه بار دیگه. چقدر باحال بچه، میره دقیقاً تو اون سوراخ میمونه. اینش باحاله. و تئوریمون الکی بود. نه وای فرار کنم میترکید. خب بچه تئوری بعدی نوشته بود که فرانکلین چون هوا گرمه تیشرتش عرق میکنه و پشت تیشرتش خیس میشه. بچه الان من میخوام هوا رو آفتابی بکنم و دمار که نمیشه دستکار کرد. ساعت 1 ظهر میذارم. اوکی آب و هوا هم که آفتابی میخوام اینه فرانکلین بچه واقعا پشتش عرق میکنه یا نه. بچه پشت تیشرتش رو میتونیم ببینیم. بچه اگه دقت کنی این وسط تیشرت فرانکلین یکم رنگش تیره شده، فکر کنم واقعا عرق کرده. حالا بذاریم بیشتر فعالیت کنم ببینم واقعا تاثیر داره یا نه. خب بچه الان همونطور که میبینیم پشت فرانکلین واقعا رنگ تیشرتش تیره شده و مثل اینکه واقعا عرق کرده آجی. پشمام تئوری واقعی بود. چقدر رو بازی کار کرد. بچه برای تست کردن این تئوری شما باید بیاین پایین شهر، چون بالا شهر آشکار رو زمین نیست. نوشته بود که بازی جی تی ای راکستار انقدر روی این بازی کار کرده که شما هر آشکالی بچه شما رو زمین ببینید میتونید با تیر بزنیم و اون آشکال تکون بخوره. به قدری فیزیک این بازی خوبه. آقا بریم تست کنیم. اینو میزنم کاغذم میپاشه. بطریه بچه بطری هم تکون میخوره. این چه جبه ماسموسی رو انگار. نه این جزئی از زمینه. بچه اینجا یه آشغال همبرگر هست که اینم اگه دقت کنی داره تکون میخوره. قوطی نوشابه. بابا بنازم این بازی درست کردنه تو. این چی الان؟ این سنگ هم تکون میخوره. آها این چی؟ آشغال چیز کاغذه دیگه چسبیده رو زمین. بچه نگاه کنی اینجا چند تا بطری هست. بطری هم تکون میخوره.
این کوچیک نمیدونم چون تکون نمیخوره. چقدر آشغال است تو این محله. فکرشو نمی‌کردم محله‌های پایین شهر اینقدر آشغال داشته باشه. بچه‌ها ببینید اینا تکون میخوره ولی نه اینا تکون نمیخوره. خب یکم بازی مثل این که خرابکاری کرده. ولی اینایی که وسط خیابونه همشون تکون میخوره و تئوری هم واقعیه. چون یه تئوری دیگه هم همینجا ببینم میتونم بهتون نشون بدم. اینجا سوسک میشه. سوسک تیر بزنیم در نمیاد بیرون. سوسک. بچه‌ها میدونستی یه تئوری هم بود، حالا قبلا گفته بودم که به این کیسه اگه شما تیر بزنین کیسه‌های آشغال میترکه. اون رنگی که ازش میپاشه مشخصه چیه. بچه‌ها خیلی عجیبه اینجا سوسک نداره. کجا بود من قبلا بهتون سوسک نشون میدادم؟ بچه‌ها یه راز تئوری رو میخوام بهتون نشون بدم که 100% همتون اومدین اینجا و اینو تستش کردین. بچه‌ها همون اول جی تی ای که اولین مأموریت شما دارین میرین، از این خیابونه با ماشین شما رد میشین و اگه شما روی این رودخونه یخی بیاین، یه هیولا اینجا یخ زده. بچه‌ها خیلی دوست دارم بدونم راکستار هدفش از این کار چیه. اگه شما چیزی میدونین حتما تو کامنت بنویسین. ولی خب چرا راکستار بچه‌ها باید بیاد اینجا یه دونه هیولای به این ترسناکی رو زیر این یخ قایم بکنه و خب اینم هیچ وقت در نمیاد بیرون و زنده هم نمیشه. خیلی اتفاق عجیبیه و واقعا یه راز ترسناکه. بچه‌ها بیاین یه راز و تئوری خیلی خفن رو بهتون نشون میدم. بچه‌ها همونطور که میبینید این دروازه که من بهش تیر میزنم جنسش از چوبه، ولی باید جنسش بچه‌ها از چی باشه؟ از فلز باشه ترجیحاً. و بچه‌ها اگه نگاه کنید من اینجا رو کلا C4 بزنم، حالا اینجا کلا C4 بشه، این قسمت هم روی میلش هم C4 بزنم، اگه بهتر کنیم هیچ اتفاقی واسش نمیفته و مثل اینکه یه چوب خیلی قوی هستش. ولی بچه‌ها با ماشین اگه بهش خیلی آروم بخورین، نگاه کنید سرعتم هم زیاد نیست، خیلی راحت میشکنه. باورم نمیشه راکستار چرا اینو اینجور درست کرده. اون همه C4 زدم ترکید، هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی خب اگه ماشین بهش بخوره خیلی سریع دروازه میشکنه. نگاه کنید نزدیک، اون یکی هم با دریفت بزنیم. اوس بچه‌ها به نظر تو این ور بزنم بالاش هم میفته. آره به این روی این کار کرد، ولی خب با C4 میزدم هیچ اتفاقی نمیافتاد و تقریبا تئوری هم واقعی بود. بچه‌ها تئوری بعدی اینجور که اگه یه نفری تو دستش اسلحه باشه و ما به دست اون تیر بزنیم، ناخودآگاه یارو هم با اسلحه خودش تیر میزنه، به ما نه ها، به یه جای دیگه. بچه‌ها الان نگاه کنید این یارو اسلحه داره، من به دست این تیر میزنم، ببینید بچه‌ها ناخودآگاه تیر میزنه، ببین به خودش تیر زد. الو بچه‌ها یه بار دیگه این ورون تیر میزنه و در آخرم میمیره. اینجوری یه اسلحه دیگه ازش در اومد. تو جیب چی گذاشته بودی؟ اشمام. تئوری هم واقعی بود. بچه‌ها این یکی تئوری خیلی خفنه. این ماشینی که میبینید همون رنج رووره. این بچه‌ها ماشینش رنج رووره، فقط طرحش رو توی جی تی عوض کردن. بچه‌ها این رنج رووری که آرمور داره، یعنی یکم بدنش ضد گلوله است و قوی‌تره و برای بادیگارداست. این رنج رووری که داخل شهر همون هر کسی که دوست داره میتونه سوارش بشه. تئوری نوشته بود که بچه‌ها این شیشه‌اش خیلی مقاوم‌تره و با تعداد تیرای خیلی بیشتری میشکنه، ولی خب این با 4-5 تا فکر کنم بشکنه. الان می‌خوایم با هم دیگه تست کنیم ببینیم واقعا شیشه این ماشین ضد گلوله است یا نه. بچه‌ها این ماشین معمولیه، ببینیم با چند تا تیر شیشه‌اش میشکنه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بچه‌ها با 11 تا تیر شیشه این ماشین شکست. حالا بریم سراغ ماشینی که ضد گلوله است. 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16. بچه با 16 تا تیر شکست. بیایم ببینیم با یک گانه دیگه تست کنیم. مثلا بچه اسنایپ که دیگه خیلی قویه. اوکی تو شیشه شکسته. بچه بزنین شیشه بغلیشو تست کنیم، مثلا این شیشه جلوش. با یه تیر میزنیم شیشه رو خیلی راحت میشکنه. حالا میایم با همون تیر این شیشه رو میزنیم. 1 2 3 4 5 6. بچه خیلی مقاوم تره. نگاه کنید بچه اگه دقت کنید این تیرایی که بهش میخوره، ترکایی که شیشه میخوره خیلی بزرگتره. ببینید مثلا ترک چپ بزرگه، ولی چون این ضد گلوله است یه ترک خیلی ریزیه. ببینید تفاوتش رو نگاه کنید، خیلی خفن. ببینیم چراغاشون، خب نه بچه چراغاشون همونه، ولی نگاه کنید این خیلی مقاوم تره. پس اگه خواستین داخل جی تی ای ماشین بردارین حتما ماشین ضد گلوله سوارشین، خیلی باحاله و تئوری هم واقعی. و بچه یه تئوری هم نوشته بود که اگه شما خونه مردم رفتین که کار درستی نیستش و اگه دیدین یه باربیکیو دارن کنارش کپسوله، این کپسولای گاز هستش و اگه بهش تیر بزنی خیلی بد منفجر میشه. آقا بیاین تست کنیم ببینیم چه باربیکیو خوشگلی هم داره. 1 2 3 چوبش شکست. بچه الان خب دارم به ترکید، می‌خواستم بگم بچه دارم تیر میزنم و این نمیترکه. آقا کار کرد، فرار کن بریم. دادم باربیکیو مردمو ترکوندم. برو. باربیکیو ولش کن. یه همچین چیزی هم دیدیم بچه بهش تیر بزنید. اینجا شانس آوردم گاد مود بودم. آقا سکته رو زدم، گفتم الان میمیرم. بچه تئوری بعدی از این تانکرها هم که شما داخل بازی خیلی زیاد میتونید پیدا کنید. به اینا شما تیر بزنید بچه اینجور نگاه کنید ازش نفت ها رو بنزین نمیدونم دقیقاً چیه میریزه بیرون و داش نمیخواستم بترکه، میخواستم بگم اینو بچه آتیش بزنین اونم آتیش میگیره و میترکه. جی تی ای واقعا عجیب شده. خب بچه‌ها که تا این ثانیه ویدیو رو میبینید همین الان توی کامنت قلب قرمز مثل همیشه بزنیم و اگه دوست دارین دوباره ویدیوهای رازا و تئوری بذارم حتما توی کامنت ها بنویسید و کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم حتما روشن کنید که هر وقت ویدیوهای خفن آپلود کردم با خبر بشید. پیج اینستاگرام هم آیدیش
تستیات. اگه دوست داشتی حتما فالو داشته باش. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدین حتما ببینید که خیلی ویدیو خفنیه. خیلی دوست دارم. مراقب خودت باش تا یه ویدیوهای دیگه. بدرود.